مجموع فایل آموزشی کانال فیتمک، فایل آموزشی شماره 66م، نکته‌های مهم در مورد تمرین عضلات شکم. سلام دوباره خدمت همه عزیزان، علی هستم و امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ببینید توی این فایل صوتی نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره می‌کنم. اول از همه اینکه بعضی افراد به اشتباه تمرین عضلات شکم رو هر روز انجام میدن. همیشه یادتون باشه هر عضله فرق نمی‌کنه، شکم باشه، ساق باشه، احتیاج به ریکاوری داره. بنابراین شما اگه 3 جلسه تمرین شکم رو تو هفته انجام بدید، با 1 جلسه فاصله بین جلسات تمرین کافی خواهد بود. نکته دوم، بعضیا فکر می‌کنن که فقط تمرینات هوازی هستش که عضلات شکم رو در واقع نشون میده. ببینید شما باید تمرینات هوازی انجام بدید که ذخایر چربی بدنتون کم بشه و بتونید عضلات شکمتون رو ببینید. ولی اینجوری نیست که فقط تمرینات هوازی باعث بشه که شما عضلات شکمتون رو ببینید. در واقع خانم‌ها باید ذخایر چربیشون زیر 20% باشه، آقایون زیر 10% تا بتونن عضلات شکمشون رو ببینید. 3. بعضی فکر می‌کنن فقط روی اسکات و ددلیفت باید تمرکز کنن که عضلات کل یا شکمشون به صورت غیر مستقیم تقویت بشه. خب این درست هستش که شما وقتی اسکات و ددلیفت رو انجام میدین عضلات شکمتون درگیر میشه، ولی فارغ از اون شما باید تمرینات شکم رو با پروتکل خوب انجام بدید. خب یه کلیت قضیه، یعنی باید ما یه تمرین شکم خوب داشته باشیم، 3 جلسه تو هفته تمرین هوازی رو بریم ذخایر چربی بدن کم بشه. 3. اسکات و ددلیفت حتما تو تمرین باشه تا به صورت ثانویه عضلات شکم تقویت بشه. یعنی این کلیت قضیه. حالا یه تمرین شکم خوب باید چه فاکتورایی داشته باشه؟ 1. ضخامت عضلات شکم رو تقویت کنه که ما با ستایی که با وزن انجام میشن اونا رو زیاد میکنیم ضخامت عضلات. 2. باید ستای بدون وزن رو تا مرز خستگی انجام بدیم تا اون فاکتور کات بودن یا ریشه بودن عضلات شکم رو بهشون بدیم. که حالا در مورد اینکه یه تمرین شکم خوب باید در واقع چه نوع حرکتایی توش باشه با بعدا هم دیگه صحبت کنیم، ولی کلیت قضیه رو بدونید باید همه اینها با هم باشه. و آخرین چیزی که میخوام بگم یادتون باشه بعضیا به اشتباه فکر می‌کنن مکمل‌ها هستن که در واقع باعث رسیدن به شکم خوب میشه. این افراد کاملا اشتباه فکر می‌کنن. بله بعضی از این مکمل‌ها به چربی‌سوزی کمک می‌کنن، ولی شما اصلی برای رسیدن به یک عضلات شکم خوب تغذیه و تمرین خوبه. امیدوارم که استفاده کرده باشین از نکاتی که به شما گفتم که این فایل آموزشی تا فایل آموزشی دیگه